فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. آیا نکاح با البته مشرکین من جایز این است؟ نکته رو توضیح بدم که این بیننده‌مون که دوباره نکاح با مشرک بله، سوال دومش وسیع بود که بستگی من داره، این یکی باید اینجا ما متفاوت هست. یعنی حکم این که ما میگیم که فلان کار شرکه، خب در این ما شک و شبهه‌ای نداریم که هر کسی عبادتی رو که برای الله هست و مخصوص الله هست، این عبادت رو برای غیر الله انجام بده، این در واقع شرک کرده. این عبادت اون گونه که به صراحت در قرآن اومده، هم عبادت و هم کمک خواستن، این در واقع یک نوع عبادتی هستند که در اینجا اومده ایاک نعبد و ایاک نستعین. یعنی نماز و روزه و زکات و حج، اینها که عبادتند، اینا مخصوص الله متعال هستند و استعانت هم مخصوص الله متعال است. هر کاری که مخصوص الله متعال هست که فقط و فقط باید در مقابل الله متعال این خواسته بشه و این عمل انجام بشه، انجام دادنش برای غیر الله، این شرک است. این شرک در عبادت است. منتها اگر کسی این کار رو انجام داد، رفت سر قبری از صاحب قبر حاجت خواست، آیا ما میگیم فلان شخص که اسمش فرض کنید زید هست، آیا این که زید کافر هست، مشرک هست و نکاح با اون جایز نیست، زنش از اون طلاق میشه؟ ما چون این حکمی رو صادر نمی کنیم و معنی این که استمداد از غیر الله شرک هست این نیست. خود این عمل شرک است. هر کسی که این عمل را دیده و دانسته انجام بده، بعد از اینکه توجیه شد قبول نکرد، این در واقع مشرک است. اما اگر کسی این کار را بنابر شبهه انجام داده، نمیدونسته، به گمان خودش یک نوع ارادتی بوده، اظهار ارادتی بوده برای اولیاء الله، نمیدونسته که شرک است، کسی بهش تفهیم نکرده، توجیه نشده، اگر این کار را انجام بده، ما نمیگیم فلانی کافر شد، فلانی مشرک شد. پس بنابراین در این صورت ازدواج با اون شخص یا با دخترانش یا به اصطلاح دختر دادن به اون هیچ اشکال شرعی رو نداره و جایز هست. اما خود این عمل شرک آمیزی هست. کسی که این عمل رو انجام بده، این عمل شرک است. اما برای تطبیق حکم مشرک و حکم کافر برای اون فرد، حتما لازم هست که اون فرد حتما باید توجیه بشه، راهنمایی بشه، به صورت کامل تفهیم بشه که این کاری که شما انجام دادی شرک هست و اون در واقع به یک قناعتی برسه. اگر با قناعت و با بس توجیه شدن و بعد از اینکه فهمید این کار رو انجام داد، این هم در واقع کافر میشه. در غیر این صورت ما حکممون این است که این عمل شرک است، نه اینکه فلانی در واقع کافره.